تبدیل حاج قاسم به عمو ساسان. تو این ویدیو قراره که بریم یه سر به آرایشگاه مردونه بزنیم ببینیم که چیکار میکنن و اونجاها چه خبره. پس با من همراه باشیم. این دیگه دستکاری کرده به یافشو. الله اکبر. الله اکبر. آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. خوب شد. واقعا موی کوتاه خیلی بیشتر بهش میاد. بچه‌ها قبول دارین؟ تو میذاری رو سنگ صدما دامادی شد. بسیجی گرفتی معترض تحویل دادی خدایی. چی شد؟ آقا یه 2 دقیقه به ما فرصت بدین که بفهمیم چی شد. از چی به چی تبدیل شد. ای بابا از سریعه نمیشه که ما مثل این سر عادت کنیم حالا به قیاب قبلیش. شاخه های زندگی زده جوانه ها. خوش به حالتون. یعنی پسرها تو رو خدا لایک کنین این ویدیو رو، ولی واقعا خوش به حالتون. البته دخترها رو باید لایک کنن چون دارم حرف دل دخترها رو میزنم. به خدا ما میریم آرایشگاه 8 ساعت تو آرایشگاه میمونیم، 8 میلیون هم خرج میکنیم، آخرش میایم خونه هیچکی نمیفهمه که چه تغییری کردی. یعنی به خدا شوهر آدم نمیفهمه موهاتو رنگ کردی. بعد حالا شما اینجوری میرین مثلا سر 1 ساعت با مثلا 500,000 تومان پول از این رو به اون میشین. آخه انصاف خدایی انصافه. چشماتون هم خوشگله. چیکارش کنیم؟ یک رقم بزن برو که میرم به خونه پیار ممر نشناسم. چی شد؟ ایشون فکر کنم از کشور برادر و دوست افغانستان بودن، درسته؟ ولی من تا حالا افغانه این شکلی ندیدم. لایک داشت جون. البته کار آرایشگر لایک داشت، نه خودش. استغفرالله. دیگه خدا این کارا رو نکن دیگه. زندگی زده جوانه ها. نگو وای برگام وای پشمام، بگو چه جالب. جالب بود. اگه من نفهمم که کی تو رو قشنگت کرده، مست و ملنگت کرده، ها کی تو... خب اینا خدایی قیافه اصلیشون این شکلیه دیگه. اون قبلیه قیافه دارن لوسش میکنن برای حالا ویو گرفتن. Yadıma sen düşende bu gala taşlı galı cıngıllı daşlı. خیلی تغییر کرد ولی بهتر نشد. نظر شما چیه؟ چشماتون هم خوشگله. چیکارش کنیم؟ یک رقم بزن برو که میرم به خونه پیار ممر نشناسم. کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها. تبدیل حاج قاسم به عمو ساسان. جون. الان میخوام چند تا ویدیوی سم خنده‌دار براتون بذارم. بازم نشستی رو گرون مات تماشای تو. بالاشی قلبه خوبه چیه؟ نشسته تو دلم توی تمام باورم. اینو میگم مخاطب به آرایشگرش. داداش شما برو تو شهرداری استخدام چون خدایی خوب هرس میکنی. چه کاری تشریف آوردی؟ داشت من حواس توت فرنگی کردم. داداش حواست توت فرنگی کردی برو میوه فروشی. اینجا چیکار می‌کنی؟ داشت یه کاری کن دیگه. یه کاری کنم؟ آماده ای؟ 1 2 3.
توت فرنگی الان آبیش چیه پس؟ آها داداش آدرس مغازه رو بده بیام اونجا کلاه بفروشم. خدایی خوب سود میکنم. حالتون چطوره رفقا؟ اینجا رو ببینید. برای مهم نیست که کی این کارو کرده، ولی در کل سال 2024 واقعا الان دیگه خیلی تابلوه این شکلی مو زدن. اینم پشتش. اصلا این وضعیته. اون برای سرش هم همین اتفاق افتاده. ببینید تا کجا اومده بالا و دیسکانکت. اصلا یه وضعیتیه. حالا بریم درستش کنیم ببینیم چی میشه. این هم شد نتیجه. خب داداش اینکه بدتر شد. اون کاری که ریدی پسرم. سعی کردیم با فرق کش کانکتش کنیم صفو به دور. در کل که احساس میکنم سر بیشتر کنم ایشون شغل قبلیش گوشی فروشی داشته انقدر داره همه چی رو کانکت کنه. خیلی مخلصیم. آقا چنگیز اومده برای فر 6 ماهه. بریم ببینیم موهاشون چطور میشه. این که مو نداره بعد بیگودی بستنشون تموم شد. 6 تا بیگودی پر همینم به بستیم. خدا رو میکنن. بعد آقا چنگیز هدفتون چیه از فر 6 ماهه؟ میخوام موهام پرتر دیده شه. پرتر؟ بله. چشم. بریم نتیجه کارو بگیریم. آقا خیلی مخلصیم. اینم نتیجه کارشون. یه فر 6 ماهه خفن همونطور که دوست داشتن شد. چطور بود؟ راضی هستی؟ ممنونم، خیلی پر شده. تشکر. خواهش میکنم. چقدر خدایی ممنونه مشتری خیلی پر شد. به نظرم تنها چیزی که پر شد حافظه گوشی فیلم بردار بود. چی شد؟ داداش اونجا آرایشگاه یا اتاق عمل جراحی تغییر جنسیته؟ واقعا چیه؟ ازتون نگذره. کثافت. نگو حالم به هم خورد. بگو خیلی برام جالب نبود. میخوام یه تغییر خفن بدم به ما. خسته شدم یه ذره یه نواخت شده واسم. من خودم نمیدونم کوتاه کنم یا مثلا بذارم موام بلند شه. نمیدونم میخوام بسپرم دست شما. ببین داوود جان الان با توجه به مویی که روی سرت یعنی قدش نمیشه. ما نمیتونیم هر مدلی برای سرت اجرا کنیم. مدل کوتاه دو تا مدل میتونیم. یکی مدل کراپه که صورت مربعه و پیشونیت هم کوتاه. مدلش برای صورت شما مناسب نیست. تو مدل کوتاهی میتونم پیشنهاد کنم. ولی تو مدل‌های بلند چون موهات کوتاه به عقب نمیاد و من یه مدلی برات با توجه به این مویی که داری برات پیاده سازی میکنم که هم ترند باشه هم راحت بتونی خودت استایلش رو بدی. بابت رنگش هم الان بهت مشاوره میدم. خب داوود جون چه رنگی می‌خواستی؟ این رنگ جز رنگ‌های گرم به حساب میاد. به پوستای گندمی خیلی میاد. مثلا به رنگ پوست ما خیلی میاد. ولی به رنگ پوست شما صورت سفید، رنگ چشم روشن و صورت استخوانی. اجازه میده خودم رنگو برات بذارم؟ داوود تغییرش دوست داشتی هم کوتاهی هم رنگ؟ عالی. اصلا همه چی عالیه. فکر نمی‌کردم اصلا اینقدر تغییر کنم. داوود جان شدید همسن پدر بزرگ من. داوود رسما بازنشسته شد با این رنگ مو. سرشو بیار بالا. تو چشما الان چشش انقدر خوشیده سرشو نمیدوست پایین که. تو حرفا خیلی ناز شده بودی داشتم نگاه میکرد. خدایی فکر میکنم این خفن ترین بود که دیگه گذاشتم آخرین ویدیو براتون. پراتون اینجوری کس خورده بمونه. از رئیس کاروان 8 تبدیل شد به نمایشگاهی لامصب. بعد واقعا اینا ددی شوگر تحویل میدن و مراقب باشین. فقط امیدوارم که آدرس این آرایشگاه بابام نفهمه. شما مراقب باباهاتون باشین. به نظرم که همچین آرایشگاهی پیدا نکنن برن و ددی شوگر ازشون در بیارن. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو. خیلی خوش گذشت به من. به شما امیدوارم که خوش گذشته باشه. تا ویدیوی بعدی خدافظ و دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. حمایت کنین ازم که بیشتر از این ویدیوهای فانی براتون درست کنم. دوست همه خدافظ.